به مسابقات ورزشی خودش یک بهانه خوبی برای خوش بودن همه ما است و ما اینجا در این هوای گرم آمدیم به خاطر حمایت و تشویقی ورزشکارای ما که در بخش کورش یک مسابقه دوستانه بین مرکز و ولایت دارند. بسیار در یک فضای صمیمانه پیش رفته است، بسیار عالی است و ما لذت برده هستیم و ما می‌خواهیم که ورزش در افغانستان بیشتر و بیشتر رشد بکنه. ورزش در کل یک پیام‌آور صلح و ثبات و همکاری بین سرزمین افغانستان میباشد در کل کشورهای بیرون هر جایی که باشه. دیگه امیدوار هستم که از طرف دولت امارات اسلامی و از طرف حکومت فعلی حمایت صورت بگیره. ورزشکارای ولایت تخار مشکلاتی نمیست که فقط جای ندارن، مکان تمرینی درست ندارن، استاندارد ندارن. باید ریاست تربیت بدنی و آمریت تربیت بدنی ولایت تخار باید کوشش کنن برای اگمان مکانای از جای دولتی یگان جای برشان بده جور کنن، مکانای ورزشی خوب داشته باشن استاندارد که ورزشکارا تمرین بکنن، آمادگی خوب بگیرن برای مسابقات بیرون مرزی، نه تنها به ولایت تخار. رفته بدون شک چالش‌ها و مشکلات هم ما فرارای ورزش داریم. از لحاظ کمبود بودجه است، مسائل اقتصادی گپایی که ورزشکاران ما با این مواجه هستند. ما خوشبختانه که در ولایت تخار از جمله ولایاتی است که میشه که با صراحتی را بگوییم که ما جمنازیوم ورزشی داریم، مکان‌های ورزشی داریم، ولی این کافی نیست. امیدوار هستیم که بیشتر توسعه پیدا بکنه و مکان‌های ورزشی بیشتر را ما داشته باشیم تا ورزشکاران ما بیشتر مستفید شوند. نبود مکان مناسب به خاطر ورزش کردن، یک سلسله قیودات‌ها از طرف امارات اسلامی در مورد از طرف شهروالی ها، در مورد کرایه کلاب ها، پاککاری یک چیزای دیگه و معاش کمی که از طرف فدراسیون تربیت بدنی برای ورزشکارای تیم ملی داده میشن مانع 1000 افغانی است که متاسفانه 2 سال میشن که برای ما هیچ امتیاز تابل نپرداختن و حتی 1000 افغانی که میتن برای یک ورزشکار ماهانه هیچ چیز برشان نمیشه. متاسفانه کیرم برای ما نپرداختن. اندازی بکنیم. هدف از برگزاری همچین مسابقات رشد ورزش‌های ملی و عنعنوی خصوصا رشته کورش در سطح تخار و ولسوالی‌ها می باشه که در این مسابقات بیشتر از 80 ورزشکار اشتراک کرده که ما بتونیم به صورت احسن و به خاطر رشد و توانایی ورزشکاران مسابقات را خلاص بکنیم.